سلام دوستان، امروز میخوایم با هم دیگه یه آزمایش ساده رو به اشتراک بذاریم ببینیم این پارچ های تصفیه کارهای لازم رو دارن یا خیر. برای این کار ما تقریبا این رسوب ظرفمون رو گرفتیم. قراره تا 1 ماه از این آب برای جوش آوردن استفاده کنیم و بعد از 1 ماه این ویدیو رو دوباره به اشتراک بذاریم که آیا دوباره رسوب گرفته یا خیر. دوستان سلام. درست 40 روز پیش من یه ویدیو گرفتم من باب این که ببینیم این پارچ و تصفیهش میتونه کمک کنه به حذف رسوب از آب اینجا که خب متاسفانه رسوب زیادی هم داره. 1 ماه پیش ما تقریبا به مدت 1 ماه از این کتری که نو خریده بودیم استفاده کردیم و تماما رسوب بود و از تمیز کردن و گرفتن این پارچ آب رو از اینجا به این انتقال دادیم و باز امتحان کردیم. الان 40 روز از اون روز گذشته، خوشبختانه میبینیم که تقریبا هیچ گونه رسوبی یا آهکی نگرفته.